Welcome to the Empowering Voices of Harmony, Cold Journeys to Mental Health Wellness. Before we begin, we would like to acknowledge the traditional custodians of the land on which we work. We pay our respects to elders, past and present, and we extend that respect to any Aboriginal and Torres Strait Islander peoples tuning in today. A disclaimer that this podcast is intended for educational purposes only and should not be relied on as personal advice. Always seek the guidance of your doctor, psychologist, or other qualified health professionals regarding your physical and/or mental health. If you're experiencing a crisis, call 000 or Lifeline on 13 11 14 for suicide prevention services. Lifeline also offers SMS service on 0477 13 11 14. To learn more about Mental Health Foundation Australia, visit our website at mhfa.org.au. You can also follow us for updates on Instagram, Twitter or Facebook. You can also call us at 1300 643 287 or email us at admin@mhfa.org.au. سلام شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز، من رامین هستم و امروز در استودیو مهمان عزیزی در اختیار ماست، آقای عباس عباسپور. ماه اکتبر ماه سلامت روان است و ما تصمیم گرفتیم که آقای عباسپور دعوت بکنیم در اختیار ما باشند که در مورد مشکلات و چالش‌های مهاجرت صحبت بکنن و بیزنس داشتن و بیزنس ران کردن در استرالیا. آقای عباسپور یکی از رفقای خانوادگی ماست. من خیلی خوشحالم که این افتخار دارم اینجا باشم پیش شما. عرضم به حضور شما و also اینکه ایشون آقای عباسپور یک بیزنسمن موفق، یک انسان بی‌نهایت خانواده دوست و خانواده دار، proud almost که اینطوری هست و در سال 2016 به استرالیا مهاجرت کردن. آقای عباسپور، خوشحالم که اینجا هستی پیش ما. مرسی متشکرم. منم خیلی خوشحالم و از اینکه در خدمتت هستم خیلی خوشحالم. منم همینطور و دوست داشتم که داستانمون رو از زمانی شروع بکنیم که شما در شهر خرمشهر که در جنوب غربی ایرانه و در شهر مرزی در واقع با اسم کشورش چیه؟ عراق بله. دوست داشتم یه تصویری از اون زمان برای من و بینندگان درست بکنی که زندگی در اون موقع چطوری بود و شما در جوانی اونجا چجوری زندگی می‌کردید و چون شهر کالچریلی عربی ایرانی فیوژن میکس بوده، چطوری بود زندگی اونجا؟ خیلی خوب. الان میگم این سوالی که کردی ما رو برمیگردونه به 57-58 سال پیش. میدونی اخیراً من 58 ساله شدم. مبارک، تولدتون مبارک. مرسی و باید حالا با قول معروف ذهنم برگردونم به اون موقع ها. یه چیزی بخوام بگم در مورد خرمشهر خب یه شهر مرزی با عراقه، به خاطر همین بیسش عرب زبان بود مردمش اینا. منتها در اون زمان، در زمان قدیم، زمان شاه، چون ایران رو به پیشرفت و اینا بود و این شهر یه شهر بندریه و خیلی نزدیک به آبادان هم هست. آبادان هم یه پالایشگاه اینا. این دوتا شهر مجموعاً یه فرصت خیلی خوبی برای پیشرفت بود. درست. یعنی خیلی آدم ها دنبال پیشرفت و اینا بودن، مهاجرت میکردن به اون. ما هم در اصل 10-12 سال قبل از اینکه من به دنیا بیام، داییم خودش تنهایی از یه روزی تصمیم گرفت توی روستاشون که اطراف شوشتر بود. شوشتر میشه شمال ایران یا؟ بله شمال ایران. اوکی. دقیقاً. خب. یعنی یه بچه 12 ساله، اون موقع دایم 12 سالش بود، سال 1300 تقریباً 30
1330 میشه مثلا 30 الان- سال قبل از انقلاب باریکلا. 1930s و 1940s. نه 1330 ایرانی. آره ولی به خارجی میشه 1900. 57 اگه انقلاب بود میشه آره 30 سال 27 سال 30 سال. خب آقا داییم خیلی آدم واقعا خود ساخته بود. الان در قید حیات هم نیستن، میشه واقعا وجودش رو ما حس میکنیم، یعنی انرژیش همچنان همیشه با ماست. اون آدم تصمیم گرفت، یه بچه 12 ساله بلند شد خودش تصمیم گرفت و از روستای حسام آباد که نزدیک شوشتره با این ماشینای اون موقع ماشینای این بودن، از این ماشینای بهش میگفتن جکبادی، یعنی کامیون مانند. خب. این پشت کامیون نشسته بود تو راه تق با اون جاده‌های اونجوری رسید به آبادان. قشنگ میتونم تصور آره کنم. واقعا رسید به آبادان. بعد خودش هم یه پلیتیکی زد و اینا که چیکار کنم چیکار نکنم، رفت به پیش یکی از همشهریامون شاطر مصطفی. شاطر مصطفی یعنی نونوایی داشت. درست. آره دایی میگفت به من گفت که رفتم یه مرغی خریدم تا رسیدم آبادان بود اون شاطر مصطفی. رفتم یه مرغ خریدم، رفتم پیش شاطر مصطفی، بهش گفتم شاطر مصطفی پدرم سلام بهت رسوند. گفت برو پیش شاطر مصطفی کار کن. کارت را میندازی. آره بعد میگه اونجا کار کردم، شبا روی گونیای آرد میخوابیدم اونجا اوایلش، میدونی؟ و همینجور شروع کرد از صفر و اون آدم همه ما رو کشوند. مرغ چی شد داستانش؟ چی؟ مرغ رو چرا خرید؟ مرغ رو خریده بود که کار بکنه. خب دیگه بالاخره یه چیزی به دستش باشه که میخواد بره اونجا. حالت کادو. آره حالت کادو. عجب چه کادوی خوبی. حالا داستان طولانیه ولی همین زندگی دایم اگه بخوام این کنم خودش یه داستان. چجوری شما رو همه رو کشوند به خب ببین وقتی پسر بزرگ یه خانواده‌ای میاد بعدش خواهراش، پدرش، بعد راه پیدا کرد به شرکت نفت، یعنی الان 15 16 سالگی رفت تو شرکت نفت. بعد شروع کرد به ایتالیایی یاد گرفتن. میگفت من روزا گوش میکردم، شب میمادم مینوشتم شون تکرار. بعد یه مدتی چون موقع ایتالیایی شرکت عجیب، خیلی از شرکت‌ها تو بحث نفت تو ایران کار میکردن، تو خرمشهر و این. بعد خلاصه نشون به این نشون دایم همه فامیل و اون برد تو کار. عجب. توی این میدونی یه آدمی بود از نظر اجتماع انرژی داشت، میدونی؟ درست. یعنی وقتی با صحبت میکرد، یعنی من تجربه‌ای که مثلا باش داشتم، مثلا فرض کن از دوستای خارجی ایرانی یه بار باش حرف میزدن دیگه باش رفیق میشدن. درست. خیلی انسانه. حالا دیگه داستان این شد دیگه، ما خرمشهر بودیم، من سال 45 به دنیا اومدم تا سال 57 که دررن حالا جنگ شد. یه روزی ما بودیم و دوستمون اینا گفت که مثل این که سمت شهاباد یه منطقه بود، آقا خمپاره زدن، چند نفر مجروح شدن و اینا، بریم بیمارستان مصدق ببینیم چه خبره. ما رفتیم بیمارستان مصدق، دیدیم آره همجور آدم دارن میارن خونالود و اینا. شما خود 12 13 سال موقع بیشتر؟ من آره 12 13 سالم بود و دیگه اون موقع جنگ یواش یعنی نفهمیدیم اون موقع هم دقیقاً چی میخواد بشه. درست. ما فکر کردیم خب در حد یه حادثه و یه چیز اینجوریه و right. آره ولی دیدیم روز به روز داره بدتر میشه. درست. آره دیگه تا اینکه خلاصه پدرم و داییم و اینا گفتن آقا شما برید. ما بریم و بچه ها و اینا، فقط داییم و پدرم اینا موندن اونجا که کمک. 100% چیزای جنگی روی روح و روان آدم خیلی اثرات منفی میتونه بذاره. یه بچه 12 ساله وقتی داره جسد برای اولین بار تو زندگیش میبینه، من فکر نمی‌کنم چیز خوبی باشه. نه. ولی شما رفتی جلو خیلی سریع. من خیلی سوالا داشتم در مورد اینکه مثلا شما میرسیم به جنگم، ولی شما گفتی که اون موقع چون به خاطر موقعیت جغرافیایی خرمشهر که حالت پالایشگاه داشت و اینا، پالایشگاه آبادان بود، خرمشهر بندر بود و اینا، گفتی خیلی مهاجرت اونجا زیاد میشد. بله. از کشورهای مختلف برای کار و حتی برای خود ایرانیان فکر کنم از اونجا زیاد، مثلا خود دایی شما که از شوشتر اومده بود
در واقع یه حالت مولتی کالچورالی اونجا پیش اومده بوده. بله مثلا کامیونیتی اصفهانی ها رو داشتیم، یزدی ها رو داشتیم. میگم هر کسی دنبال یه فرصتی بود اینو داشت، به اضافه اینکه خب شرکت های خارجی هم اونجا بودن خاطر پروژه هایی که تو آبادان بود و درست بیشتر آبادان البته و خرمشهر و اینا. میگم یه شهر سرزنده بود. خود بندریا هم سرزندن دیگه، نمی آهنگ بندری امشه و شوشه. آره امشه و شوشه و نه خلاصه از این به نظرم از کالچر عربی زبون میاد این شادی و شنگولی که دارن، یا اینقدر میکس شده اونجا دیگه کی میدونه چیه. والا من اطلاعات خیلی ندارم، ولی بیشتر به نظر من چون خود بیشتر به ناحیه و منطقه جنوب نزدیک بندر میدونی آبه داره، آبه و حرارتی که وجود داره و اینا دیگه آدمو شنگول میکنه. آره دیگه. حالا من خیلی دوست دارم این داستان، آدمای خونگرم و واقعا ساده و راحت. دقیقاً من اینو خیلی دوست دارم چون ایران اینقدر وسعتش بزرگه و زیاده و آردی از شمال و جنوب این ور هر کدومشون یه کالچر خودشونو دارن، غذای خودشونو دارن. و یکی از چیزای جالبی که من اینجا دیدم در استرالیا، وقتی که یه مهمانی هست، وقتی تو اون جمع هستی میبینی مشهدی داریم، زاهدانی داریم، شمالی داریم، همه تهرانی داریم. و من حتی فکر میکنم امروزه شاید تو خود ایران هم اینقدر اکسس داشته باشیم به کمیونیتی های مختلف ایرانی که اینجا داریم الان. واقعا من که نبودم، خب متاسفانه یا خوشبختانه من از 12 سالگی خودم بیرون بودم، ولی اینا رو من دارم ابزرو میکنم، برام خیلی جالب بوده. ولی داشتی از خرمشهر که میگفتی، دوست داشتم بپرسم، شما چون داشت قبلا برای من داستان‌های تعریف کرده بودی از خرمشهر که مثلا با خونه مادر بزرگه رو داشتی تعریف می‌کردی. میخوام یه تصویری از ارزش داشته بودن، پر ارزش ترین چیز برای ایرانی فکر کنم خانواده است. بله. اون حالتی که برای من شما یه بچه جوون در خرمشهر، اون تصویر خانواده رو برای من درست کن که چه شکلی بود و بالای پشت بوم مثلا اولین باری که رگبار حالا جنگو دیدی، از اونجا میتونیم بریم به حالت جنگ، ولی یه ذره از خانواده و این صحبت کن در ایران. حتما به قول معروف میدونی زندگی الان اتفاقا همیشه یعنی من پلی بک میکنم به اون دوران، یه جورایی واقعا نوستالژیک. آره این نوستالژیکه، یه جورایی شیرینیش همیشه تو ذهن آدمه. میدونی یعنی مثلا میدونی چی جوری بگم، اون موقع ساده بود، خیلی ساده تر از این حرفا. نه به قول معروف این همه موبایل و دوربین و کامپیوتر و هیچی نبود. میدونی ساده، یعنی یه زمین خاکی ما توی ولی زیبا، ولی خیلی قشنگ. مثلا خونه ما توی کوچه هایی بود، کوچه. بعد دیگه صبح مثلا ما پا می شدیم، میدونیم صبح بچه ها که پا می شدن هر خونه ای 2-3 نفر یا با شورت گرما درسته قبلش مثلا میرفتن زیر دوش، میریم زیر دوش آب میگیریم، یکم خنک میشیم، میایم توی مثلا ما جلو خونمون یه منطقه بازی بود خاکی، بهش میگفتیم سبخ که عربیه. آره سبخ یعنی بعد اونجا ما فوتبال بازی میکردیم از این توپای لاکی حتما. آره ما توی منطقه بودیم حالا خیلی جای ثروتمند یعنی فقیر نشین تقریبا بود، مادست بودن. آره بعد مثلا ما تیم داشتیم، بعد میرفتیم با تیم مثلا بچهای جای مثلا بالا اینا مسابقه میدادیم. یادمه یه مسابقاتی داشتیم با بچهای آرمانینا، مثلا یه نفر از بچهای اونجا رو دیگه همه چی رو به اسم اون میگفتیم مسابقه داریم با بچهای آرمان. منطقه آرمان نه آرمان اسم پسره بود. اونا آره کاپیتان تیمشون. آره کاپیتان تیم. بعد جایزه هم چی بود؟ جایزه اینه که یه 10 تا توپ پلاستیکی، 2 تا تیم پول میذاشتن 10 تا توپ پلاستیکی رو میخریدن و هر کی برنده شد، هر تیمی که برنده شد میرفت این میکرد، اسمش چیه، اونو میبرد. خیلی جالبه. آره ما هم بچهای همین زمین خاکی و فلان یه دفعه رفتیم محله آرمانینا، دیدیم ما رو بردن توی زمین چمنی، گفتیم وای چی
برای ما عجیبه. آره دیگه. درست چون خرمشهر هواش خیلی گرمه و احساس میکنم حالت خاکی شرجی. آره مثل زاهدان تقریبا از جایی که من اومدم. ولی من این خاطری که تو کوچه فوتبال بازی میکنید و حتی منم دارم. آره جدا تو زاهدان خیلی فوتبال بازی میکردیم. ما بازی اونجا فصلی بود. مثلا میدونی یه مدتی میومدیم این چی بهش میگن، ما بهش میگفتیم گلوله بازی. تشله. آره تیله بهش میگن. آره این مثلا یه مدتی این باب میشد. بعد یه مدتی مثلا این بادبادک پرانی این مدتی ما با میشد. یه مدتی بازی ها فصلی عوض میشد. یه بازی های داشتیم تیرکمون سیمی درست میکنن به هم میزدیم. خطرناک است اون موقع. اینا چیزایی که جنریشن امروزی بچه‌ها ما فکر می‌کنن یه زمانی. آره الان همه دارن پلی استیشن بازی میکنن، بازی‌های کامپیوتری متاسفانه. ولی یادمه اینا تو خاطراتم هست، میدونی خیلی جالبه. آره من اینا رو دوست دارم. من مثلا من بودم، برادرم هم 2 سال با من اختلاف داشت، اینا با هم بودیم، یعنی همیشه میرفتیم میومدیم بازی میکردیم. بعضی وقتا مثلا تابستونا ما میرفتیم کار میکردیم، مثلا یه چیزی مثل نخود تو آب جوش میذاشتیم میگفتیمش لبلبی. آره گرم میکرد مادرم برام. خلاصه یادم اولین بار که بردم سر این همون پلو سبخ بساط کردم نشستم لبلبی گذاشتم، بعد یکی از بچه اومد گفت یه کاسه بهم بده. ما با ملاقه براش گذاشتیم توش، اینا 1 ریال بهم داد. واو. آره 1 ریال بهم داد. بعد 1 ریال میشد ولی خیلی پول یه فکر قرار. کنم. آره بعد من بودو همه بساط اینا ول کردم رفتم به مادرم گفتم مامان من 1 قران کار کردم. باریکلا. میشه گفت که شاید از اونجا بوده که شاید شما یه ذره حالت بیزنسمنی واسهتون پیش اومده اصلا سن جوانی، یا چجوری نگاه میکنی به قضیه؟ والا خب ببین بی تاثیر نیست دیگه. آدم انسان در اصل ساخته میشه دیگه، میدونی گام به گام که میاد جلو ساخته میشه. حالا باید ببینیم مثلا فرض کن اگر که بسته به محیط و شرایط و این چیزا آدم همون شکل میگیره، میدونی مثلا توی محیط آکادمی پدر مثلا استاد دانشگاه، مادر فلان، با امکان داره بالاخره اون علاقه من نه اینکه 100% همیشه اینجور باشه ها، بعضی وقت خلافش میشه، بعضی وقت هم خلافش میشه. درسته ولی این آره پیش میاد. جالب. حالا من مطمئنم یه جایی به بحثمون نزدیکتر خواهیم شد به این قضیه، که چون من متاسفانه یا خوشبختانه با شما قبلا صحبت کردم، سری اطلاعات دارم. ولی دوست داشتم شما در اون زمان که بچه بودی و لبلبی و همه این سر تا سر هم میفروختیم. یه چیزی مثل زولبیا بود. خب اینجوری با سینی میذاشتن تو سینی، میرفتیم از اون جایی که میفروخت. شیرین بود. آره مثل زولبیا، خیلی خوشمزه، ولی مثل پایپ مانند، لوله مانند، اینجور دور خورده. اوکی. اینجور خورده. بعد ما چجوری میفروختیم تو سینی؟ میگفتیم سر تا سر بیا امتحان کن شانست با 1 ریال. بعد یارو میگفت آقا من اومدم سر تا سر. حالت شعر میخوندن. آره بار موقعی گفتم. بعد میگفتیم که چیکار می‌کردیم؟ سینی میذاشتیم رو زمین. بعد این طرف می اومد سر تا سر. شما فرض کن یه پایپ شکننده اینجور دور زده، خیلی درازه. آره درازه. بعد شما این شرطش این بود وقتی 1 ریال میداد از اینجا میگرفتش مینداخت بیرون، هر چی از این میشکست میاد بیرون و برمیداشت میخورد، برای اون بود. من باید عکسی چیزی از این ببینم. بعد باحال بود، میدونی یارو ما میذاشتیم رو زمین خاکی، این زولبیا رو همین سر تا سر که میکشید میافتاد رو خاک، درش میورد فوت میکردی تا حالا ما برای اینکه بیشتر سود کنیم میدونیم چیکار میکردیم؟ میومدیم توش سوزن میزدیم که سود بیشتری ببره. خود نمیشه بیزنسمن خوب اصلا واقعا شاید ایجاد میگرفته. جالب، خیلی جالب. چه دورانی. این حالت میشه گفت که کودکی شما خیلی شاد و خوب بوده و اینا. ولی متاسفانه بایستی من سوال بکنم که خب وقتی که جنگ میشه در یک کشور obviously شما اون موقع 12 ساله بود. من عذرخواهی میکنم که باید در مورد این چیزا صحبت بکنم، ولی چرا؟ بالاخره زندگی همینه دیگه، آمیخته از همه چیز پیش میاد. و جنگ یکی از بدترین چیزاییه که میتونید پیش بیاد. حالا
چی شد که ایران و عراق وارد جنگ شدن با هم دیگه من کاری ندارم الان، اینو قضیهش پیچیده است برای یه پادکست دیگه. ما امروز فوکسمون روی مثلا شماست و چجوری چی شد اینو، اولین خاطراتی که از ایران داشتی که جنگ داره میشه چطوری بود، اونو برام توضیح بده. والا میدونی خب ما بلافاصله بعد انقلاب خب میدونی همه چی آروم بود. از زمانی که ما به دنیا اومدیم سالهای قشنگ زیبا، همه چی آروم، همش بگو بخند و بندری بزن و برقص و یک شهر آرام و این شهر آرام و خوب. کسی نمیدونست که این، یعنی من بعض وقتا فکر میکنم مثلا سال 1355 یه نفر میومد میزد مثلا روشون ما میگفت ببین الان میبینی اینقدر قشنگه و اینا، بعد همش قراره به هم بریزه، قراره خمپاره بزنن. بهش میگفتیم واقعا مگه ممکنه؟ نمیشه بابا، یه داری چاخان میکنه یا الکی میگی. کی بوده این داشتی؟ منظور میگم پیش خودم میگن، اگر یکی به من اون موقع میومد میگفت اصلا باور نکردی، باور کردنی نبود. درسته. ولی وقتی که حالا اون انقلاب 57، حالا انقلاب یا هر چی میخوای بهش بگی و اون اشتباه، در اصل بگیم اشتباهه. حالا آقا مردم یه چیزی میخواستید، مردم که نمیخواستن خداییش، اینا در اصل از جاهای دیگه، یعنی این داستان چیده شده بود و سناریو، ولی حالا پیچیده است. آره دیگه. حالا سال 57 که شد دیگه، اون اگه نمودارش اینجا مثلا بکشیم که الان شهر آرام زیبا قشنگ، این شهر کنار رودخونه کارون، اون موقع خیلی رودخونه پر آبی بود و بچه‌ها شنا میکردن، خیلی هم آب میبرد و اینا. بعد دیگه رودخونه کارون مثل رودخونه تیمز لندن فکر کنم. آره واقعا. من یادمه مدرسه کلاس اول که بودیم دختر و پسر قاطی بودیم. درست. من جز شاگرد اول پسرها بودم. یه دختری بود شهین جهانفزا، اون شاگرد اول دخترها. بعد زنگ تفریح بازی و فلان و اینا، پسرها کمربند در می‌آوردیم، شروع می‌کردیم با هم جنگ کمربند. جنگ کمربندی. آره سر اینکه کی با مثلا بتونه خوشگل‌ترین دختر مثلا. نه حالا سر اون نیست، ولی احتمالاً هم اینطورم بود. برای یه چیز سایکولوژی دیپ داره که حالا که آره بحث این رودخونه رو گفتم، یادم اومد یه دختری بود صحرا بیگی، مثلا برادرش بنده خدا تو همون رودخونه شنا میکرد، آب بردش. همون موقع مثلا یادمه ما اینقدر ناراحت شدیم. آره مثلا این کردیم. حالا این شهر یه شهر قشنگ خوب، بعد انقلاب دیگه دچار تلاطم شد. همه نوسانات شروع شد به هرج و مرج. ما یه سری جنگ بین عرب و عجم داشتیم. عجم چی میشه؟ عجم یعنی فارسی. عربا میگفتن که خرمشهر مال ماست، فارسا باید بزنن بیرون. آقا یک هفته درگیری، تیراندازی، کلی آدم کشته شد. تا این حد؟ آره قبل از جنگ. عجب. یعنی بعد از انقلاب دیگه همه چی به هم خورد، میدونی؟ اون مثل یه آتشی بوده که آره شروع کرده به سوزوندن. تا اینکه سال 50. خب ببین همه این مسائل لحظه به لحظه اون ببین مثلا من مثلا تا انقلاب 12 سالم بود، 57 تا 45 12 سال. مثلا تا اون موقع اصلا ما نمیدونستیم مرگ چیه، آدمی که بمیره، تابوتی، داستانا. ولی بعد 57 اینو به تکرار دیدیم، هی زیاد شد و الان که نگاه میکنم، الان من تو سن 50 خورده ای، میدونی مثلا ببینم همیشه به فکر اینم که خب یه روزی تمام میشه، یه روزی مثلا میمیرم، یه روزی فلان میشه. من فکر میکنم شاید بس که این چیزها رو دیدیم تاثیر میذاره. آره تاثیر میذاره. میبینی وقتی که اینجوریه. شما به من تعریف کردی یکی از عجیب ترین تصاویری که من میتونم تصور بکنم این بود که شما در پشت بون خونتون نشسته بودید، چون اون موقع در خرمشهر و اینا رو پشت بون مردم زیاد میخوابیدن. آره دیگه تابستونا. ببین خیلی حالم میده. خیلی عالیه. الان شما نگاه میکنید، من داشتم فکر میکنم همه فرمت زندگیمون یسانه، یعنی تمام فصول سال توی همون تخته میخوابیم، همون لحاف میندازیم رو، اون هیچ تغییری نداره. ولی اونجا متناسب با فصل و اینا همه چی عوض میشه. زمستون میرفتیم داخل اتاقا خشکی، اتاقا خیلی دلپذیر بود،
تابستون یا بهار که شروع میشد، چون اونجا خرمشهر گرم بود دیگه، همه از اتاقا فراری بودن. اون موقع کولر و داستان و اینا هم که نبود، میدونی. درسته. چه کار میکردم؟ مثلا بعد از ظهر قبل از اینکه آفتاب دیگه بشینه، قبل از غروب آفتاب میومدن حیاط آب پاشی میکردن یا بالا پاشی آب پاشی میکردن، یه جا مینداختیم. خیلی جالب بود. یه جا و هوا که تاریک میشد، من یادمه یه جایی مینداختیم اونا مثلا اونجا، بعد پدرم مادرم اینا می نشستیم شام میخوردیم، چای می آوردن. بعد کل اون حیاته مثلا فرض کن 50-60 متر حیاط بود. حالا خونه ما اولا کفش آجوری بود، مثلا دیگه این نبود، چون اون موقع میگم متریال همه چی قدیمی بود. و اتاقا گلی، کل اون حیاته رو یه دونه چراغ که روی دیوار یکی از اتاقا که دیوارش هم گلی بود، کاهگلی، درست. اونجا روشن میکرد. بعد اون موقع مثلا مارمولک‌ها از دیوار بالا بود دیگه، آره می اومدن کناره، چون میدونین کنار نور چراغ پشه ها جمع میشن و مارمولک‌ها خود دنبال پشه ها که بکنن. آره نمیدونستم ما برامون جالب بود نگاهش کنیم. حتما شما با اون تیرکمونای سیخ بدبختا رو میسازید. آره عجب. این داستانه کامیونیتی زیباییه واقعا. اینو وقتی شما من میگفتی که در خونه مادر بزرگ همه جمع میشدن، کازنا و نیسا و همه پسر خاله ها و پسر دایی ها. اونجا ما خونه چون مادر بزرگم، مادر پدرم که با ما زندگی میکرد. قبل از جنگ هم فوت شد دیگه تو شلمچه. این به قول معروف اونجا به خاک سپردیم. از وقتا من تو فکرم بود این که زمان جنگ و همه زمان جنگ و آدمایی که رفتن کشته شدن اونجا دید. حالا مرده بود دیگه تو شلمچه به قول معروف. ولی مادر بزرگ مادرم با داییم زندگی می‌کرد، همون دایی که بهت میگم توی خونه. و داییم چون آدم خیلی خوش صحبت و اینا بود، ما همیشه خیلی وقتا مثلا در هفته 2 بار 3 بار با مادرم عباشو میذاشت سرش. مادرم البته فارس بود ولی خب چون اونجا عربا بیشتر عباشو میذاشت سرش. من و فاطمه و جمیله و عبدالله و سعید هم مثل این طوله ها میافتادیم دنبالش، میرفتیم خونه داییم. اینا اسمای خواهر برادراتون؟ آره اسمای خواهر. میرفتیم خونه داییم هم بساط چایی نشسته، داییم داره تعریف میکنه. خیلی عالی بود. جالب واقعا. چه دورانی بود. دوران خوبی بود. من که خب ندیدم اون زمان. آره نمیدونم حالا رامین تو یه حسی مثلا میگیرین یا اینکه چه جوریه؟ 100%. من این چیزا رو خیلی دوست دارم. مثلا خودم اون زمانی که ایران بودم میرفتم خونه مادر بزرگ و پدر بزرگم. مثلا پنجشنبه ها خونه مادر بزرگ مثلا سمت مادری بودیم، جمعه ها خونه مادر بزرگ پدری بودیم. بچه ها جمع بودن، همه داستان میگفتن و آهنگ گوش میکردن. یه چیزای کوچیکی من از اون دیدم، ولی خب تا 12 سالگی که اومدم بیرون بعدش، بخاطر همین دوست دارم این چیزا. فکر کن خونه داییم یه خونه بزرگی بود که جلوش حیاط بود و این حیاطه مثلا این چیز قلوشه، فکر کنم مثلا 20 متر یعنی طولش بود، در مثلا فرض کن 15 متر، درسته؟ بعد حیاطه در کوچیک داشت. در کوچیک که باز میکردی 2 نصف میشد. این نصفش باغچه بود، اون نصفش هم حیاط بود برای مثلا این در بزرگ داره. بزرگ بودن خونه. آره خونه بود. بعد یه این تراس مانندی داشت، اونجا جا گذاشتیم. میذاشتن مینشستیم و با قول معروفیم. مثلا ما میریم در کوچیکه میزنیم، در رو باز میکنیم، میگیم واو مثلا پسر خاله هام اومدن، این اومده. تو هوای نیمه تاریک و روشن شب، چون اونجا چراغا زیاد نبود، شروع میکنن بازی کردن، گوش کردن حرفای بزرگترها. خیلی جالب. آره از علم و دانش اون آدم‌های قدیمی که خیلی داستان داشت. کد خدا مانند آدم از اونها استفاده می‌کنه. سینه به سینه اون موقع که میگفتن همون بود دیگه. مثلا یعنی تجربیات نفر به نفر منتقل میشد. خیلی خوبه. خیلی. من دوست دارم اینو. ببین اصلا اون زمان آدم‌ها خیلی همدیگر رو می‌دیدن، همدیگر رو می‌فهمیدن، می‌شنیدن. الان من بعضی وقتا خیلی جالبه، مثلا تو هواپیما میرم میشینم یا مثلا یه جایی هر کسی هدفون، همه یعنی فیزیکی کنار همیم، اصلا کاری به هم نداریم. مثلا الان اون آدمه الان تو یه کنسرتیه داره اونو گوش میکنه، من دارم یه چیز دیگه، یه پادکست، یه فلان. همه آدما درست باید یه کاری بشه که اینا با هم دیگه وصل بشه به نظر من. ولی داشتید از ایران که میگفتی، خب متاسفانه بعد از جنگ شما بایستی از خرمشهر
حالت فرار میکردی که جون در خطر. عجب اصطلاحی پیدا کرد. واقعا همینو میگفتم به ما. آره؟ ما که رفتیم توی شهر جدید یعنی شوشتر، به جای اینکه اینا با ما همدردی کنن بگن اینا، میگفتن اینا فراری ان. چرا فرار کردید؟ میگم پس ما چیکار کنیم؟ بمونیم اونجا هممون بدون اسلحه، بدون این. داشتن شما رو اذیت میکردن که شما مثلا. آره ما بچه که بودیم مثلا درگیریایی بود، اونا مثلا می اومدن مثلا با ما. من یادم یه دفعه تو پارک من و عبدالله داشتیم بودیم، یه دفعه 5-6 تایی بچهای شوشتری اومدن. خلاصه آقا اومدن سر به سرمون گذاشتن اینا. دیگه کار به دعوا کشید. آقا بزن بعد یه دفعه یه مشتی خورد اینجا، چشم نفهمیدم از کدوم طرف. بعد اینجا تا یه مدتی کبود بود. اسم این چیزه چیه؟ این بادمجون. چشم بادمجونی شده. دقیقاً یه بادمجون رفت زیره. اینا پس به خاطر یعنی عجب، یعنی خود ایرانی‌ها آماده هیچ کدومشون مسکین نمیدونستن چه اتفاقی داره. آره. چقدر بده این. نه میدونی این حس نداشتن بنده خدا. حالا اونا هم بنده خدا میدونی حس نداشتن. بعد که شروع شد به کشته ها زیاد شد، به قول خود جمهوری اسلامی همه مردم خر کردن. خیلی عذر میخوام، خیلی والا به خدا اصلا برای چی؟ چه جوانای خوبی. بعد از اینکه همین از خود همین شوشتر که ما رفته بودیم کلی از جواناش کشته شدن، فهمیدن جنگ نه بابا، اون موقع دیگه اینشون عوض شد. نگرششون یا دیدشون نسبت ما، دیدن بابا درسته وقتی ما بچه هامون دارن میرن اونجا کشته میشن، اونجا خطرناکه، نمیتونه که مثلا یه عباسی عبدالله 12 ساله چه بکنه. خیلی بد، واقعا وحشتناکه، واقعا وحشتناکه. ولی به نظر من این رفت آمد شما بالاخره از فرار کردن از جنگ برای اینکه زنده بخواد بمونه داشته شما رو آماده میکرده برای مهاجرت. من باید بپرسم از شما، خب چی شد که بالاخره تصمیم گرفتید؟ چون فکر کنم شما گفتید جای زیادی هم سفر کردید بعد از اون. چی شد که بالاخره تصمیم گرفتید به استرالیا بیاید؟ والا این خب حالا یه دفعه داستان یه گپ زیادی 5-6 تا چپتر پریدیم این ور اون ور، ولی دیگه اشکال نداره. ببین حالا اینکه لزوما این که ما از خرمشهر زدیم بیرون این نیست که منو یه مهاجر کرد یا یه آدمی کرد که فرهنگ مهاجرت رو بخواد یا حالا هر چی. چرا؟ دلیل دارم. دلیلش اینه که ما 5 تا خواهر برادریم. همین داستان برای اونا هم اتفاق افتاد دیگه، درسته؟ ولی اونا جالبه، اونا هر 5 تاش 4 تای دیگه تو اهواز موندن مثلا، میدونی اینجوریه. هیچ وقت حتی با اینکه امکان براشون بود برم، مثلا برادرم پزشکی میخوند دانشگاه تهران، بعدش امکانش این بود که بمونه اونجا و خیلی، ولی باز گفت نه من همون دوست دارم همون اهواز باشم. پس بنابراین اون یه دونه مورد لزوما این نیست. ولی این که من چطوری شد که این من خب وقتی که جنگ شد اومدیم درس خوندیم، بعد دانشگاه قبول شدم. من دانشگاه تهران قبول شدم، یعنی دانشگاه پلی‌تکنیک ولی تو تهران. درست. الکترونیک رو اونجا قبول شدم، خوندم و اینا. بعد که تمام شد، خب حالا یه چی جالبت میگم، من اون موقع که تمام شد یه امتحان اعزام به خارج میگرفتن. این امتحان اعزام به خارج با قول معروف من قبول شدم و من این امکان داشتم، به من بورسیه میدادن که برم یا استرالیا یا کانادا یا هر کشور دیگه. این در زمان شما مثلا 20 خورده سال؟ آره من یه آدم 22 ساله، سال 1990. من فکر نمی‌کردم ایران در اون موقع همچین برنامه ادویکیشنی داشته باشه. داشت اتفاقا، چون دلار هنوز تک نرخی بود، هنوز سهمیه داشت، یعنی دلار 7 تومن بود، همون دلار قیمت زمان شاه. بعد مثلا فرض کن بعضی از مؤسسات یا مثلا من بورسیه صدا و سیما قبول شده بودم. صدا و سیما خب یه دلاری دولت بهش میداد با قیمت قدیم ارزون. این دلار رو میخواست خرج کنه برای ادامه تحصیل، مثلا 2 تا آدم رو بگیره یا 3 تا. ما 3 نفر بودیم قبول شده بودیم برای صدا و سیما که بریم خارج درس بخونیم و بیام اونجا کار کنیم. educated بشیم و بیام داراش کار کنیم، یعنی بورسیه اون کنه که برگردیم. درست. اون موقع
اون موقع من جوان بودم، یادم اون موقع مثلا اپلای میکردم برای همه جالب، الان میام از جلوی پلی‌تکنیک و مناش اینا که رد میشم یادم مثلا 30 سال پیش من از طریق نامه به اینا مینوشتیم و ما خونمون اتفاقا یه محله پایین اهوازم بود، خیلی این نبود. بعد همیشه پستچی می اومد میگفت این عباس کیه، همیشه نامه براش میاد. بعد پاکت نامه‌های خوشگل می اومد از این مثلا بزرگا، مثلا آچار، زردا و با بند بسته شدن. 2 تا دکمه داره با بند. درست. بعد ما باز می‌کردیم مثلا بروشور دانشگاه‌ها باز می‌کردیم می‌دیدیم مثلا بابا واو اونجا دخترها و پسرها دراز کشیده رو چمن. ما همه دوران دانشجوییمون با این زمان آخوندا گذشت که اصلا اجازه نداشتیم حتی ترانه شجریان هم گوش کنیم. میدونی افتضاح. یعنی یادم تو دانشگاه با قول معروف ما خود دانشگاهمون چون فنی بود دخترم کم داشت. درست. آره دیگه تمام مثلا سرگرمی بچه‌ها این بود میرفتن روبرو دانشگاه نساجی. دانشگاه نساجی 3-4 تا دختر داشت. میرفتیم اونجا. متاسفانه بعد از اینکه کشور تغییر میکنه به این شکل بزرگ، کالچرلی تغییر میکنه و استوب میکنه یه سری از آزادی‌هایی که مردم داشته باشن، تاثیر بدی میذاره روی آدم و آزادی رو وقتی از مردم گرفته میشه مجبور آدم کارهای دیگه انجام بده. آره دیگه. ببین نه من اصلا ببین شما همیشه وقتی تو اکوسیستم یه جایی رو به هم بزنی همینجور زنجیروار همه سیستم به هم میریزه، نچرال تغییر پیدا میکنه. حالا این متاسفانه این مثلا حکومت‌های دینی میدونی خب حالا ببین اینا میخوان که به مردم حکومت کنن، میخوان به مردم با قول معروف همه چیز رو تحت کنترل خودشون بگیرن. درسته؟ خب یه وقتی شما همه رو تحت کنترل خودت قرار میدی با توجه به علمت، مثلا آدمی هستی قوی هست از نظر با ترس میخوان. اینو نداشتن که دیگه، اینو درسته. حالا چیکار میکنن؟ ترس از خدا، ترس از این چیزا و با این چیزای خرافات. من خیلی از کلیپ‌های خود آخوندا رو دیدم. مثلا میگفت حالا مردم که به قول معروف آگاه شدن دیگه مثل قدیم حرفای ما رو قبول ندارن. یعنی خودشون میدونن که تمام امتیازشون به اینه که مردم عقب بمونن. اگه میشد دین و دولت رو جدا کرده از هم دیگه و با علم و نالج و ساینس آدم به جلو میتونست خیلی خوب ایران رشد بکنه. همینه دیگه واقعا. و باعث نمیشد که خیلی از ایرانی‌ها از کشور بیان بیرون و این یکی از چیزی که من از بیرون دارم میبینم. نه هم درست. ایرانی‌ها حسش کردن دیگه. آره دیگه اون چیزی که تو میگی دقیقاً. آیا پس این میشه گفت سختی‌هایی که از ایران داشتیم میکشیدیم حالت کالچری چون فرق کرده بود و منتالی داشت شما رو اذیت میکرد، شما به خودت گفتی من باید از این کشور بیام بیرون یا چی بود؟ نه واقعیتش ببین دیگه واقعا شرایط سخت بود اونجا. مثلا ما یادم تو تمام دوران دانشگاه مثلا یه دونه اتوبوس گیر آوردن از تهران که بیای اهواز کار حضرت فیل بود. سخت یعنی خیلی سخت. یعنی ما میرفت و خیلی وقتا ما تو بوفه میرفتیم. بوفه یعنی آخر اتوبوس. درست. که جاییه که قرار نیست کسی بشینه. اینو مثلا 7-8 نفر آدم اونجا می نشستن. خب از این اتوبوس‌های بنز هم آره دیگه داشت. مثلا شما 15 ساعت بری یه جایی همینجوری یه جای خیلی تنگ بشینی، خب خیلی سخته. خب ما خیلی شرایط سخت اونجا، یا مثلا کشته شدن آدما، کشته شدن خیلی چیزا، یعنی خب واقعا شرایط سخت بود. جای خوبی نیست نه؟ آره. جنگ که تمام شد این دفعه مشکلات اقتصادی شروع شد. ببین سیستم ناکارآمده. سیستم این کاره نیست. سانکشن و هزار واقعیت دیگه میدونی. حالا چیکار میکنن؟ حالا یه فرصتی میشه که وقتی سیستم اینجور نیست ایجاد مشکل میشه دیگه. درسته؟ درست. خلاصه اینطوری شد دیگه. ولی من شخصا چجور شد که
عادت کردم به مهاجرت. برای خود من اینه که من وقتی فارغ التحصیل شدم خب قرار بود بیام خارج از کشور. این یه جرقه بود. درست. یه فکری داشتی؟ یه فکری داشتم ولی اون نشد. بعد به هم خورد به خاطر اینکه دلار قیمتش رفت بالا. اونا گفتن که نمیشه دیگه بفرستیم خارج از کشور، دلار گرونه نمیشه. اگه میخواید بیاد بورسیه داخل بخونم. من گفتم نه دیگه، من بورسیه بخوام داخل بخونم برم سر کار. دیگه رفتم تو فولاد اهواز کار کردم 6-7 سال. بعد یه شبی بود نزدیک تحویل سال، یعنی ساعت 1 شب قرار بود سال تحویل بشه. من هم از کار بودم، از کار تو فولاد. یعنی عصر میرفتم سر کار. یعنی چی؟ یعنی از ساعت 3 تا 11 شب. 11 شب؟ آره ما اصلا این داشتیم. بعد یه شیفت دیگه داشتیم، من 11 شب میرفتی تا فردا صبح. شیفتی بود. بعد اون شب من تاریک بود، داشتم میرفتم یه جایی پام خورد به یه جایی پام شکست. آره. بعد تحویل سال من پام شکسته بود. بعد دیگه عرضم به حضور اون، من حالا سعی میکنم سریع بگم چون داستان خیلی به قول معروف. بعد من که توی خونه 1 ماه خوابیده بودم. بعد تو خونه که 1 ماه خوابیده بودم فهمیدم که مثلا 20-25 فروردین بود. بچه‌ها به من گفتن که قراره یه تیمی از بچه‌های اهواز، مهندسای اهواز بفرستیم میانه. میانه کجا؟ حالا شمال غربی ایران، یه شهر ترک زبان. اونجا یکی از کارخونه‌های فولاد قرار اونجا نصب بشه، اینا با عنوان نظارت برن اونجا. حالا من بچه‌های دوستای ما، همکارای ما که تو اونجا بودن، همه ناز میکردن آقا چی به ما میدید، چی نمیدید، ما نمیریم، چون میخواستن مأموریت برن. من از همونجا به بچه‌ها گفتم آقا، به آقای محمدی مدیرمون بود، بگید آقا من میام. من میام، اصلا کار نبرم به اینکه چی میخوای. بار کار میگشت. نه من مشغول کار بودم تو اهواز. خب میخواستن یه 3-4 نفر از مهندسا رو بفرستن میانه مأموریت. مأموریت چی؟ یعنی اینکه مثل اینکه تو الان تو ملبورن کار میکنی توی همین شرکت شما، درسته؟ حالا برای یه کاری 2 سال میخوای بفرستنت پرت. خب شما میگی آقا من چه امکاناتی به من میدی؟ چی جوریه؟ درسته؟ طبیعتا اینجوری میگی دیگه. من برای چی از ملبورن برم فلان؟ درست. ولی من چون دوست داشتم، من خودم رویم طوریه که دوست دارم ببینم. ماجراجو. آره ماجراجویی. Very good. من گفتم میرم میانه. خب شد رفتم اونجا میانه 2-3 سال. بعد اونجا هم از طرف کارخونه فولاد رفتیم ایتالیا، 1 ماه تو ایتالیا بودیم. باریکلا. Very good. خب خیلی جالب بود. کدوم شهر رفتید؟ سال 2000 بود، یادم نزدیک جنوری بود. ما رفتیم تو اودینه. آره. اودینه یه شهری بود خیلی هم نزدیک به شمال ایتالیا. Very good. آره زمستون بود. این خیلی با اولین باری بود که من اروپا رفته بودم. حالا قبلش مثلا دبی و ترکیه اینا رفته بودم. و چیزی که من وقتی اولین بار رفتم اونجا، چیزی که برام جلب توجه کرد خیلی جالب بود. خیلی از چیزهایی که برای ما ایرانی‌ها مهم بود برای اونا مهم نبود. آره مثلا ما برامون ظاهر مهمه که کی با شلوار چه جوری میاد بیرون، چه جوری فلان، ولی برای اونها هیچ مهم نیست، هر جور راحته. خب و چیزهایی که برعکس برای اونا خیلی مهمه برای ما اصلا مثلا کار. اونجا رو کار سریسن، میدونی؟ اگه یکی کار داره، اگه شما بهش بگید تو مثلا دیر اومدی یا تو آدمی هستی از زیر کار در میری، مثل این که بهش فوش دادی، میدونی؟ ولی برای ما کار همینجوریه دیگه، سنبل کاری و پس در اون موقع که جالبه، چون آدم وقتی اکسپوز میشه به کالچرهای مختلف شروع میکنه به مقایسه کردن با کالچر خود. آره. این شما در اون سن مثلا 30 سالگی دیگه فکر کنم آفرین ماری کرد. آره. این چیزا رو می‌دیدی. جالب. آره. وقتی اینا رو دیدی چه تأثیری رو فکر می‌کنی گذاشت؟ به نظر اون ماجراجویی بیشتر شد درونت و به کالچر شروع کردی فکر کردن یا چه جوری فکر می‌کنی؟ آره ببین آدم بالاخره همینطوره دیگه. آدم وقتی که مخصوصا با یه تغییراتی یعنی یه جایی رو میبینه که خیلی دیفرنته از جای دیگه، حتما انسانی. خب واقعا خیلی برای ما اون 1 ماه جالب بود. من جالبه، من یادم خیلی لاغر بودم. من تا
قبل از اینکه برم ایتالیا برای همیشه وزنم رو 58 کیلو بود. 58 کیلو کم بود یه مقداری، میدونی؟ بابا این همه چلو کباب و اینا چی شد وزن؟ ببین من مادر خانومم مثلا میگفت این عباس چیه، میخوای مثلا اسمت بهش بدیم یه لاغر. خب ولی من وقتی رفتم ایتالیا 1 ماه، واو غذاش خیلی خوشم، اسپاگتی و ماهی، واو اسپاگتی مثلا با صدف، میدونی خیلی با اینا من خوردم. بعد از 1 ماه که برگشتم ایران از 58 چنج شدم به 68 و دیگه موندم روش تا همین الان هم وزنم بین همین 68 تا 70 ایناست. درست. خیلی جالب، خیلی چیز قشنگی که در مهاجرت پیش میاد و کالچر دیدن پیش میاد، فکر کنم همین چون منم قشنگ بود، خیلی قشنگ، فصلش قشنگ بود، آدما برام جالب بود. من 30-40 نفر آدم بچه‌ها رو برده بودیم اونجا. من خب به عنوان اونا نیروهای کارخونه جدید بودن که بلد نبودم، برای آموزش اونا رفتم، منم سرپرست اونا بودم. درست. بعد من خب خیلی دوست داشتم، من به زبان خیلی علاقه، مثلا تو همون 1 ماه هی سعی می‌کردم یه چیزایی یاد بگیرم ایتالیایی که مثلا میپرسیدیم آقا مثلا دستشویی کجاست، من موقع یادم دوبه گابینتو، دوبه گابینتو یعنی دستشویی کجاست، یا بلا چیتا یعنی شهر قشنگه، یا ایو ولیو ایمپرار گامیچه، من میخوام یه پیراهن بخرم. پس چه مدتی اونجا بودی در ایتالیا؟ 1 ماه. حالا جالبه، ببین این 1 ماه خیلی حس عجیبی برام شد، میدونی همین که خوشم میومد، خیلی قشنگه، عالیه، همه چی روتینه، آرام. حالا ایتالیا هم خب خیلی این تاپ اروپا هم نیست، ولی همون نسبت به ما عالی بود. خود ایتالیا یا این حرفو بزن ببین چیکار نه اسپاگتیت میکنن نه اینجور نیست. ببین هیچ که تعصب رو این نداره، قاعدتا نباید داشته باشه، ندارم، چون این چیزی نیست که ناشی از من باشه یا تقصیر من باشه. و اینطوریه که همین ایران که وضعش خیلی خرابه، ولی مقصر تویی؟ نه. آره بقول تو چرا باید تو از بچه 12 ساله آواره دنیا بشه که بره به خاطر یه شرایط بهتر؟ بعضی چیزا اینا تو زندگی ولی تقصیر تو نیست دیگه. پس این ایتالیا خب عالی بود. ولی من چیزی که به دست آوردم تو اون 1 ماه، گفتم این ایتالیا خوشگله، قشنگه، بعد به قول معروف خب رنگارنگ، دخترای خوشگل داره، همه چی پیدا میشه دیگه. تو ایران وقتی میریم همه مانتو، همه اصلا. بعد اون موقع البته الان خب خوب شد ایران هم الان این نسل جوان اینا رو هل داد، اتفاقات خب آره بی نهایت عجیبی داره. آره نمیتونن، اینا نتونستن هره. ولی اون موقع من دیدم اون ایتالیا به این قشنگی و اینا، هر جوری که ما نگاه میکنم من یه وصله به قول معروف یه وصله جدام از اونا. احساس نکردی جزوی از اونا؟ نمیتونستم. و اونجا من یه مقدار از مهاجرت کردن ترسیدم و اصلا دوست نداشتم. چه چیزی فکر میکنی دقیقاً فرقش بود که نتونست، یعنی خب ببین الان من و تو منو داری تحویل میگیری، با هم حرف میزنی، میدونی چرا؟ چون ما اولا یه بک‌گراندی داریم، همزبانیم. وقتی من در مورد مثلا زمین خاکی صحبت میکنم، تو مقایسه میکنی با این، میفهمی. درسته؟ خب بنابراین برای هم دیگه فانیم. اون همچین چیزی رو ندیده و آره. ولی مثلا خب حالا شما یه خارجی، حالا ما میگیم خارجی، ما اینجا خارجیم درسته. مثلا یه آدم از یه کشور دیگه، خب اوکی در حد بحث فنی اینا اوکی، همه چی صحبت میکنیم اینا، ولی وقتی میخوام بریم سراغ بک‌گراندها، میخوام در مورد قدیم و اینا صحبت کنیم، نقاط اشتراکی نداریم، میدونی؟ یکی از چیزای سخت حالت، چون ما نگاه در دنیای الان زندگی میکنیم، مخصوصا استرالیا که بی نهایت داره سعی میکنه روی مولتی کالچرالیسم کار بکنه و این برای من همیشه سوال بوده، یعنی چی مولتی کالچرالیسم آدم داشته باشه؟ آیا اینه که یک کمیونیتی اینجا باشه، یک کمیونیتی اونجا باشه، ما جداگانه داریم زندگی میکنیم، یا اینه که ما میکس شدیم با هم دیگه و داریم از ایده های هم دیگه استفاده میکنیم، از خاطرات همسایگان، میبینیم کجا هست اون اشتراکا و کجا هست
اختلاف ها و کجا میتونیم پل درست بکنیم از روی این اختلاف ها و اشتراک ها. میدونی چی میگم؟ مثلا شما یه چیزی مثلا اشتراکی که آدم پیدا میکنه رو غذاست، یا تونل بزنیم این دفعه. تونل هم میتونیم بزنیم. چرا؟ بابا ایرانی‌ها راههای رسیدن به خدا زیاده. چرا که نه؟ یعنی بابام همیشه میگفت ممارست داشته باش رامین، اگه از در نتونستی برو بیرون از پنجره برو تو. چرا که نه؟ بابا دادم درسته. آره اینو من یکی از سخت‌ترین چیزای کالچر اینه که حالا شما خیلی قشنگ گفتی، چون من شما رو خیلی آدم مولتی کالچرالی حساب میکنم. چرا؟ چون مثلا برای من داستان تعریف میکردی که اینجا در استرالیا چطوری تو کار داری با کمیونیتی مثلا لهستانی که پولش باشن یا ایتالیایی کانکت شدی و با اونا رفیق شدی. حالا یه فیلم ایتالیایی آدم دیده یه چیزی رو کانکت کرد، یه فیلم لهستانی آدم دیده یه چیزی تو ذهنش درست میکنه. این برای من قشنگه. اگه قرار باشه در دنیای زندگی بکنیم که مولتی کالچرال باشه و همه با هم دیگه خوب و آشتی باشن، این پل و اون تونله پیدا کردنش و رسیدن به هم دیگه برای من با ارزشه به نظر من. شما چه فکری میکنید؟ 100%. من خودم واقعا ببین من احساسم اینه لابلای مخصوصا الان که دنیا هی روز به روز داره تکنولوژی پررنگ میشه. نرس میگفتن دنیای مدرن، الان دیگه داریم وارد دنیای پست مدرن هم میشیم، درسته؟ خب لابلای این آهنا، لابلای این تکنولوژی و اینا به نظر من ما جنسمون از گوشته، از آهن نیست، میدونی؟ یعنی به نظر من تنها چیزی که میتونه به ما کمک کنه عشقه. درست. یعنی عشق حالا معنیش این نیست که حالا فقط عشق به هر چیز. یه وقتی شما یه درخت رو نگاه میکنی باش ارتباط برقرار میکنی، ولی از همه مهمترش و جالبترش و چیز اینش آدما به هم دیگن. من خودم حس میکنم ما چیزی که میتونه کمک کنه به سلامت روانمون، به روحیمون، به منتال هلتیمون به قول معروف، یا اینه که ما به همدیگه دوست داشته باشیم. درست. میدونی من نباید انتظار داشته باشم رامین همه آن چیزهایی که تو فکر منه ایشون باید مثلا انتظار داشته باشم اون همون کارهایی که من براش پلن بریزم. نه، اون یه چیز دیگه است، منم یه چیز دیگه ام و همین متفاوت بودن ها قشنگه. به خاطر همین من ماجراجویی رو باید آدم من شاید یکی از دلایلی که مهاجرت اینا دوست دارم چون آدما رو دوست دارم آدمای مختلف. من مثلا میرفتیم چین کار جنس می‌خریدیم، ما مثلا یه مدت تو کار بیزینس LED بودیم، یه مدت که از سال 10-15 ساله که این کارو میکنیم. وقتی من میرفتم اونجا با دوستم اینقدری که من ارتباط و رفتم کلمات چینی اینا یاد گرفتم، اون اصلا هیچ یاد نگرفت. میدونی؟ واشیان شو جونگون مثلا این یاد من میخوام مثلا این چینی حرف بزنم، درسته؟ نی هاما نی ماما بابا شنتی هاما، یعنی مثلا بابا مامان چطوره؟ اوکی. نیا لاپا یعنی زن داری؟ درست. بعد که میگه آره بهش میگم که جیگا لاپا یعنی چند تا زن. میگه من تو ایران هستم. خب ببین پس زبون خیلی چیز مهمیه. نه ببین چرا زبون اصلا ایجاد میشه؟ اون حسه وجود داره. این حسی که من دوست دارم این آدم رو ببینم. من مثلا میرفتم اونجا تو کارخونه میدیدم، ببین منو دوستم داشتیم میرفتیم بازدید، خود دیگه میریم بازدید، کارخونه رو بازدید میکنیم تا ازش پروداکت بخریم، درسته؟ بعد حالا اون دوستم بیشتر توی کارهای قسمت‌های فنی که این چجور تولید میشه و اینا، ولی من آدما رو میدیدم. پیرزن مثلا میدیدم که با دستش اون موقع اوایلش با دست LED ها رو میذاشتن. هر یه ماجولی 512 تا LED داره و تو این LED 2 تا پایه داره که مثبت منفی داره، نباید برعکس بذاری. و من میرفتم به پیرزنه خوشبش میکردم، دست دادم روشونش بهش میگفتم تو تا الان چقدر LED گذاشتی؟ واقعا مثلا میخندیدیم، اذیتم نکنه. چرا؟ چون من آدم‌ها رو دوست دارم. یعنی خب این خیلی چیز واقعا همینه، تریت واقعا. نمیخوام حالا مثلا شعار بگم یا نه، ولی چیزی که تو دلم من به حال میکنم باشه. برای منم همینطور. مثلا شما فکر کن من یه کاری گرفته بودیم تو پولیش کلاب
این لهستانی، درسته؟ کامیونیتی لهستانی. خیلی خوشم اومد. اونجا آدما بودن، بیشتر هم پیرمرد پیرزن میومدن والنتری کار میکردن. اتفاقا من بهشون گفتم منم دوست دارم بیام، هم کار کشاورزی، همین چمن و این چیزا. آره ولی هنوز نرفتم. اون موقع گفتم بهشون ولی هنوز کنه. ولی اون موقع میدونم چقدر جالبه، چون ببین آدما وقتی فاصله میگیرن یعنی سنشون میره بالا، یعنی من فکر میکنم ببین ما از طبیعت میایم، زمانی که به دنیا میام از دامن طبیعت به دنیا میایم، میریم درگیر کار و این چیزا و نمیدونم فلان میشیم، بعد آخرای سنمون دوباره یواش یواش یاد طبیعت میکنیم. انگار که فراموش میکنیم آلموس که از کجا مثلا ما اومدیم و اینا. چیزای مهم مثل خانواده، عشق، رفقا و کمیونیتی اینا رو انگار که فراموش میکنیم. نباید فراموش بکنیم. اینا تو وسط کارن، یعنی تو اونجایی که شما درگیر میشی، کار یه چی تعریف کردم پول. مثلا همه موفقیتون بر اساس پوله. اینجور نیست. نه درست نیست. ولی وجود داره. این یه اشکاله. آره یه اشکال متاسفانه. ولی زندگی آدما فرق میکنه با هم دیگه. من شاید یکی از دلایلی که ما مثلا خیلی رفیقیم با هم دیگه همین باشه که یه چیز رو میبینیم در زندگی. منم دنبال همون عشق به مردم هستم، با زندگی کردن با مردم و چون چیز دیگه ای نیست. واقعا ما میتونیم فرقا رو فقط پیدا بکنیم و جنگ داشته باشیم، کشورها بیفتن به جون هم دیگه، بمب نیوکلیر بزنن به هم دیگه، بیخیال بشین. مثلا یه ژاپنی، مثلا یه خانم ژاپنی، یه پیرزن یا یه مثلا جوون یا یه دختر، باور کن من الان حالا دارم بهت میگم ولی خداییش اصلا برای جریان افغانستان که از اون حالت یه دفعه طالبان دوباره اومد گرفت، اصلا واقعا این آهنگ اینو میزن، یکی خونده بود کابل دوباره شعر ترانه توش میاد، یادم رفت حالا آهنگش اینا، ولی باور میکنم من یه هفته فقط گریه میکردم. چرا؟ آره چون حس میکردم اون دختر جوونی که مثلا فرض کن رفته کلاس رقص یاد گرفته تو اون 20 سالی که آزاد بوده، میدونی اونی که مثلا فرض کن موسیقی و فلان، الان چجوری با این آدمایی که کاملا فرق اصلا کاملا تو قیافه‌هاشون رو ببین، اینا اصلا مال 500 سال پیشن، مال 1000 سال پیشن، زمان کیومنا بودن. خب ما باید اینا رو ببینیم دیگه، حس کنیم دیگه. منم میتونستم، من تو الان ببین چقدر راحتی من دخترم رو میدیدم، چقدر همین دخترم میتونست اونجا باشه، اون عذاب بهش بیاد دیگه، میدونی؟ این یکی از دلایل مهاجرت میتونه باشه. بله خب دیگه. مثلا پدر مادر ما یه جورایی که ناراحت کننده است، مثلا من زندگیمو کنار گذاشتم برای اینکه بچه‌م مثلا به بهترین ادویکیشن برسه. همینه. و بعد این استرسی که روی بچه‌ها وارد میشه اینه که آقا شما درسته که پدر من هستی، درسته که مادر من هستی، ولی شما یه شخصی خودت هستی. اسمش گیتاست، اسمش یونسه، اسمش اسمته، اون یک شخصه، یک کاراکتره، فقط پدر و مادر نیست. پس زندگی شما چیست؟ توجهی؟ یعنی یه حالت تراما روی بچه‌ها هم درست نه ببین من شخصا رو دارم میگم. من میدونم ولی یه چیزی هست ببین همیشه بچه‌ها به پدر و مادرشون بدهکار نیستن، پدر مادرن که به بچه‌ها. میدونین چرا؟ چون پدر مادره که بچه‌ها رو آورده. یعنی شما من الان به پدرم و مادرم مسئولیتی ندارم به اون صورت. درسته اون عشق و اینا هست، ولی مسئولیت اولم نسبت به اونا نیست. یعنی بذاریم این شرط، بذاریم اصلا این روال بره. منطقی هم هست، من مسئولیتم به بچه‌هامه. چرا؟ بنابراین اگه کاری برای بچه‌هام میکنم منتی روشون ندارم و نباید. چرا؟ شما هم فردا به بچه‌هات باید ساپورتشون کنی. چرا؟ چون تو اونا رو به دنیا آوردی. درسته؟ درست، قبول دارم. آیا بریم. پس بنابراین شما ریلکس باش، نمیخواد نگران نباش. میتونی کمکش کنی، مثلا بهش پیشنهاد بدی و مطمئن باش هیچی تو این دنیا به قول معروف خوشایندتر از این نیست که پدر مادری ببینه بچه‌هاش موفقن. 100%. این بهترین چیزه. 100%. آیا بسپور رسیدیم به استرالیا و هنوز خیلی بحثا داریم برای انجام دادن متاسفانه. یعنی خوشبختانه نمیدونم وقتمون چطوریه، ولی ما میگیم ادامه بدیم بریم جلو، حالا بعداً
کاتش میکنیم 2 قسمتش میکنیم یا آقا هر چیز. مهم نیست. آره چون دوست دارم در مورد آدم بالاخره مهاجرت که انجام میده، بعضیا مهاجرت انجام میدن واسه یه بیزنس اپورتونیتی، بعضیا زندگیشون در خطر مهاجرت انجام میدن، بعضیا فقط برای یه چویس و ادونچر میتونن انجام بدن و همه این، مثلا بعضیا برای بهتر کردن زندگی بچه‌هاشون مهاجرت انجام میدن. به هر دلیلی که مهاجرت انجام میشه ما خوب صحبت کردیم در مورد جذابیت هایی که داره اون سنس ادونچر و حالا مشکلات کالچرلی اگه پیش بیاد. شما دوست داشتم بدونم اون روزهای اولی که به عنوان یه ایرانی مایگریت کرده بودی به استرالیا، چه فرقایی رو اینجا در استرالیا دیدی که میتونست ناراحتت بکنه یا یه چیزی دیدی که خوشحالت تونست بکنه و of course من میدونم مثلا کمیونیتی ایرانی که چقدر با این ویزا مثلا گرفتن و سیتیزنشیپ گرفتن دردسر و بدبختی کشیدن اینجا. یه ذره در مورد سختی‌های و چالش‌هایی که برای ایرانی مایگریت میکنه به استرالیا و این چالش‌های بیزنسی و این چیزا رو اگه میتونی برام شفافش کن. من به قول معروف حس خودم میگم دیگه، حالا اینکه حس من چقدر مثلا درست نیست، علمیه یا غیره، ولی خب حس آدمه دیگه. درسته، من قبول دارم اون چیزی که شما میگی، یعنی اینکه علت مهاجرت میتونه خیلی متفاوت باشه. یک کسی برای تحصیله، یک کسی میخواد شرایطش اینقدر دیگه سیاه و بده، نه کار داره نه زندگی داره، به هر قیمتی شده ریسک میکنه. من اتفاقا آدمایی که مثلا حتی با قایق اومدن به نظر من آدمای جسوری هن، میدونی؟ خیلی قدرت میخواد آدم بتونه. حالا هرچند که کل داستانم نمیدونستن، یعنی واقعیت نمیدونستن که مثلا اینه، ولی خب به صورت کلی میدونن دیگه. وحشتناکه. آره پس بنابراین به نظر من آدمایی که مهاجرت میکنن آدم قویی هستش، یعنی بالاخره حداقل. ولی حالا من میخواستم اینه بگم، من میگم که دلایل مهاجرت هر چی میخواد باشه، وقتی که میایم اینجا تقریبا شرایطمون در یه شرایط مساوی قرار میگیریم، صفر میشه همه. آره یعنی اتفاقات روحی روانی که برای هممون میخواد بیفته مشابهه. درست. چه شما با هواپیما اومده باشی، چه شما با کشتی اومده باشی، در واقع یه بلیتیه برای زندگی جدید. آره. بعد اینجا که میای یه دفعه مواجه میشی با، مثلا ببین هر چقدر هم اگه بچه باشه خب بک‌گراند نداره تو اون کشور، اوکیه اینجا. اگر جوون باشه بازی مقداری، ولی مثلا برای آدم سنی که بالاست خب همیشه هی فکرش اونجاست، یعنی شما ذهنت اونجا مونده، خودت اومدی اینجا، بدنت اینجاست. آره ذهنت اونجاست. درسته. ذهن خیلی مهمه دیگه، تاثیر میذاره روی آره واقعا سلامت روح و روان. اصلا به قول معروف میگه اگه حالت خوب نیست، اگه شاد نیستی، اگه اینا همش به خاطر کجکاری ذهنه. کجکاری ذهن. آره یعنی ذهن داره بد کار میکنه متاسفانه. چون ذهن ببین یه چیزیه که همیشه شما از صبح که بلند میشی یکی تو مغزت داره حرف میزنه. همونه دیگه. آقا چرا این کار میکنی؟ چرا اینجوری؟ چی شده؟ من چیکار کنم؟ نه یه نفر، بعض وقت چند نفر، میدونی؟ وقتی که میری سر کار، وقتی میای تا موقعی که میخوابی فلان، همش اینا هست. خب اون ذهنه اون حس بهت میده. بعد یه چیزی هم هست، ببین اصلا ما تو فرهنگمون داریم دیگه، اصلا شما ببین بحث غریبی. درست. میگن غریبی خوب نیست، اصلا وقتی میخوام بگم میگن غریب گناه داره، کسی که غریبه. خب وقتی شما مهاجرت میکنی میری یه جای غریبی دیگه. درست. اصلا ترانه ها رو داریم. آره میگن ازم پرسیدن تو از کجایی، گفتمشون من اینجا غریبم. مثلا میدونی ترانه های بختیاری همه چی هست. شاعری داری میکنی دیگه. نه یادم نمیاد ولی دوست دارم. ولی به نظر چی کار باید بکنیم واسه یه کمیونیتی ایرانی که به روان و روحمون سلامت ایجاد بشه و خود شما شخصا چی کار میکنی این روزا در استرالیا واسه این چیزا؟ والا ببین من مثلا واقعیتش من الان خیلی از بچه‌هایی که مثلا میان اینجا بعضی وقتا میبینم اینجا شروع میکنم به این که اینجا خوب نیست، اینجا نمیدونم ما نمیدونم فلانه اینجوریه. من به نظرم آدم باید به قول معروف انسان که واقعیتش اینه که
درسته حالا ما بگراندمون، انسان به همه این زمین تعلق داره، میدونی این نیست که، یعنی باید سعی کن نحوه نگرشمونه، یعنی ما باید به خودمون، این از دو حال خارج نیست، یا میخوای اینجا بمونی یا نمیخوای بمونی. اگه نمیخوای بمونی خب برگرد دیگه، درسته؟ اگه الان که اینجا موندی، من نمیدونم اسمش چی بذارم، میخوای خودت گول میزنی، گول بزن، مثلا من کار ندارم، یا داری تحلیل درست میکنی یا هر چی، تحلیلات و رفتار ذهنت رو باش صحبت کن. درست. من به ذهنم میگم آقا من اومدم اینجا میخوام باشم، به خاطر بهار، به خاطر دخترم، به خاطر این، خواهشاً دیگه خیلی به من گیر نده که اونجا بهتره، تو چرا پیش میده، یعنی سعی میکنم ذهنم رو طوری این کنم که نکات مثبت اینجا رو هم ببینه. درست. خب تلاش مثلا مثل منتال هلت فاوندیشن استرالیا یا همه این کمیونیتی ها همینه که اینها رو راحت تر بکنه آفرین که وارد قضیه بشن، چون مثلا obviously من خودم دیدم ایرانی هایی که مثلا از دکترای مثلا نمیدونم جغرافی داشته یا هر چیز دیگه و الان به خاطر مثلا بیزنس اومده مثلا یه کباب فروشی درست کرده و آزار داره میبینه. آره واقعا. ولی آدم باید سعی بکنه خودش رو وفق بده به این قضايا، یعنی راحت تر عادت بکنه به سیچویشنی که درش هست و اون پله رو پیدا بکنه، اون تونله رو پیدا بکنه. خب و حالا مشکل مثلا می‌خواستم اینو ازت بپرسم که چه مثلا در کالچر ما آیا شرمی وجود داره این که ما بخوایم منتال هلتمون رو بریم سپورت پیدا بکنیم، به خاطر اینکه صحبت کردن خیلی روی سایکولوژی آدم تاثیر میذاره و چرا نباید ما دنبال بکنیم؟ آیا شرمی وجود داره در این قضیه یا چیه قضیهش؟ ببین مثلا از نسل ما این چیزی که شما میگی خیلی زیاد بود، یعنی واقعا حس، یعنی چه جوری بگم، یعنی یک کسی مثلا میرفت یه مشاوره، البته واقعا علم روانشناسی و این به قول معروف مشاوره ها و این چیزا خب جدیده، خیلی هم قدیمی نیست. مطمئناً وقتی یه چیز جدیدی میخواد جایی را بیفته خب نیاز به زمان داره، ولی چیزی که برای ما ایرانی‌ها متاسفانه اونجا وجود داشت اینه که مثلا وقتی که کسی میرفت سراغ روانشناس یا روانپزشک میگفتن این وضعش خرابه، مغزش خرابه، دیوونه است. اصلا کلمه دیوونه رو مطرح نمی‌کنیم، بده این خیلی بده. آدم خب مثلا من به تو بگم این دیوونه وقتی شما به شوخی به یکی میگی رفیقت مثلا رفیق اشکال نداره، ولی توی یه جایی تو همه محل و این ور اون ور میگی یارو مغزش کار نمیکنه، مشکل داره. خب خیلی بده، میدونی همه میترسن از این قضیه. خوشبختانه امروزی ما در استرالیا و مثلا این جایی که داریم زندگی میکنیم خیلی سنسیتیو تر دارن میشن سوسایتی و قبول دارن میکنن که در صورت منتال هلت و اینا صحبت بشه در موردش، چرا که نه. من خوشحالم از این قضیه. بله تو ایران هم البته بهت بگم الان تو نسل جدید خیلی راحت تر دارن مشاوره میگیرن. خب یه واقعیتیه دیگه، ببین آدم میره دوچار یه مشکل میشه، همین مهاجرت وقتی ما میایم هزاران مشکل هست، کار دوباره از اول میخوای شروع کنی توی شهر، توی کشور بیگانه، نه قوانینش میدونی نه زبانش رو آنچنان تسلط داری، بعد با هزینه ها و اینا، خب همه فشار روحی روانیه دیگه، درسته؟ خب چی بهتر از اینه که تو بری، تو که الان داخل الان من با دوچار مشکلات و همه چی توی یه فضای بسته ایم که همش منفی 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 میبینم. خب چی بهتر از این نیست که شما بری به یه آدمی که دانشش هم داره، میفهمه چی جور حرف بزنه، یه جوری نگه که تو رو بدتر کنه، میدونی؟ که اون آدم روانشناس بهش میگه یا سایکولوژیست. اوکی؟ چی بهتر از اینه که تو بری بشینی با اون حرف بزنی و اون بیاد از بیرون تو رو نگاه بکنه. تو الان درگیر خودتی، تو خود درگیری، اون از بیرون بیاد تو رو نگاه کنه و اصلا همین که به حرفات گوش کنه یه مقدار تو آزاد میشی، راحت. و اون یه انرژی به تو میده که اون سنس ماجراجویی که ما صحبت کردیم درونش، اون ماجراجویی حالت بچه‌ای که 12 ساله بوده دوباره در درون انسان زنده بشه، مثل اون 30 ساله شما که رفتی در ایتالیا و شروع کردی فرقا رو دیدن، زبون رو یاد گرفتن، کمیونیکیشن کردن. وقتی که در اون
ابر تاریکی داری زندگی میکنی که منتال هلفت داره هی صدمه میزنه، دیگه خوشحال نیستی، دیگه همش ناراحتی، اون نور رو نمیبینی از دور. خورشید همیشه بالای ابر هست ولی ما دیگه چون ابر فقط خورشید رو نمیبینیم. میدونی؟ سایکولوژی و این کامیونیتی ها کمک میکنن که تو اون خورشید رو ببینی و بتونی وارد کامیونیتی زیبای استرالیا بشی و بتونی از همه کالچرها استفاده بکنی، زبون یاد بگیری و اینجا بتونی یه زندگی خوب واسه خود با سلامت روان درست حسابی آدم راه بندازه. به نظر من یا حداقل هدف من و هدف ما اینجا در منتال هلت فاندیشن فکر میکنم این باشه. بله واقعا. ببین من الان خودم میگم شخصا، ببین با توجه به اینکه من به دوستام اینا میگم خیلی وقتا مثلا میگم آقا نگرشت مثبت کن، دیدت مثبت کن، سخت‌تره، ولی عملاً وقتی به خودم میرسم من الان واقعا همین الان توی این قضیه که تو گفتی بیا اینجا صحبت کنیم و اینا، واقعا خودم اصلا وسوسه شدم و به این نتیجه، چون من همین الان خودم هم مشکل دارم، دلم میگیره. میدونی بعض وقتا واقعا من اصلا طوری شدم که شبا دلم میگیره، دوباره روز انرژی پیدا میکنم. ولی خب الان من خودم به این نتیجه رسیدم واقعا چرا که نه آدم بیاد مثلا از همین مؤسسه شما چیه منتال هلت فاندیشن، خب خیلی خوبه. من آدم میدونی این شاید کمکم کنه یه کمی ریلکس‌تر برخورد کنم، راحت‌تر برخورد کنم. میدونی همیشه آدم از چیزایی که مجهولن نمیدونه ترس داره، استرس. ولی وقتی که بری بازش کنی، مثلا من میام میگه آقا این هست، وجود داره، فلان اینجوریه. میدونی نمیدونم، من میگم مثلا یکی از چیزایی که امکان داره، ولی حالا بعد از این جلسه واقعا یه کمکی بکن ببینیم چه جوریه. عالیه. زیاد گرون نیست که ها؟ نه قیمتش خوبه، بیاین. من خیلی خوشحالم که این صحبت‌ها رو با شما کردم آقای باسپور. به نظر من آدمایی مثل شما نیازه که در استرالیا با شاد و شنگولی بتونن زندگی بکنن و از ایده های شما استفاده بکنن. چرا که نه؟ و دوست دارم اگه دوست داری مسیجی داشته باشی برای بینندگان و شنوندگان الان وقتشه، میتونی بگی چیزی اگه دیگه ته دلت بگی نه من میخوام اینترویو رو تمومش بکنم. بفرمایید. ما یادم به این افتاد اون موقع تو زمان جنگ مثلا این خبرنگارا میرفت با بسیجی‌ها اینا میگفت که مثلا یه پیامی برای مردم داری. بعد یه مدتی همه بسیجی‌ها خود جوان بودن بنده خدا، جوگیر میشدن، یه آهنگران یه مثلا نوحه میخوند، احساسی میکرد و میرفتن. درسته؟ من یادمه توی یه پایگاه مقاومت توی مسجدی توی شوشتر ما میرفتیم شبا کشیک میدادیم، والنتیری، یعنی بعد یه تعدادی از بچه‌های اونجا رفتن جبهه. من مادرم خیلی حساس بود نمیذاش بریم اینا، گفت میره لابلای تانکا و اینا، به صورت داوطلب رفته بودن. بعد یکیشون برگشته بود اصلا گریه میکرد، گفت ما رفتیم همینجور بدون هیچ چیزی توی سیم خاردار، بعد به برق زده بودن، میگه همه دوستامون مردن و اینا. کار ندارم حالا ما از این، ولی اون موقع خبرنگار میاد با اینا مثلا با وسیله سخن گفت که چه پیامی برای مردم داری؟ و همه میگفتن من کوچکتر از اونم که پیامی برای مردم این فقط حواستون نمیدونم به امام باشه و اینا. من کوچکتر هستم درست. ولی من یه چیزی واقعا میخوام بگم، یعنی میدونی honestly، یعنی به صورت واقعی میخوام نگاه بکنیم. ببین این فراتر از همه این چیزایی که هست الان، از همین صندلی، از همین دوربین و فلان و این چیزا، این زندگی و زمان ماست. میدونی یعنی ما بعداً خیلی راحت، یعنی همه چیز نسبت به کل زندگی بی ارزشه. دیدی بعضی وقتا امروز یه چیزی برات خیلی مهمه ولی وقتی 10 سال از اون میگذره، مثلا به طور مثال همین امروز شما که داری میری کیف پولیت گم کنی، چقدر حالت گرفته است و اینا، ولی 10 سال بعد وقتی نگاه میکنی به این قضیه اهمیتی نداره. درسته؟ مهمترین چیز در زندگی رفاقت و عشق و چیزایی من که به نظرم اینه. ایژوکیشن هم همینطوره. آره ما باید چیزی که هست دیلمون رو به همه چی خوب کنیم، یعنی دوست لذت ببریم، این به نفعمونه.
و با اون پیام زیبا ما کوچیک شما اینترویو رو تموم میکنیم. خیلی خوشحال شدم آقای عباسپور که شما اینجا با ما صحبت کردید. درود بر شما. خیلی ممنون. تشکر میکنم از دوست عزیزت هم اینجا که دیگه حوصله‌اش سر رفت. آره دیگه حوصله‌اش سر رفته. ما خلاصه و درود بر همه هموطنهای عزیزم که اینجا هستن و واقعا هم بالاخره ببین من یه چیزی بگم. ببین شما یه چیزی در نظر بگیر. من مثلا به طور مثال خود من یه چیزی که به من انرژی میده بعضی وقتا میگم اوکی تو هم نمیگی اینجا سخته، آقا سخته، آقا دلم میگیره، آقا فلان، درسته؟ خب نهایتا تو چی کار می‌خواستی بکنی؟ تو اون جایی که میموندی، نمیگم حالا بهت فشار میومد بزننت یا هر چیزی، نهایتا می‌خواستی یه تکرار مکررات، درسته؟ فقط تکرار تکرار تکرار. ولی الان اومدی اینجا با یه چیزای جدید. من لهستانی‌ها رو دیدم، چینی‌ها رو می‌بینم، مثلا عربا رو می‌بینم، نمیدونم فلان. خب خیلی خوبه. حس ماجراجویی در خود نگه دارید. روی نکات مثبت ببینیم. آره منتال هلت خود کار بکنید. آره و خداییش هم همینه. یعنی اگر جایی به مشکل خوردی باید دنبال این باشی بری راهی پیدا بکنی. راه همیشه هست. خیلی خوشحال شدم آیا عباسپور صحبت ما چاکرتیم. بینندگان عزیز لطفاً به وبسایت mentalhealthfoundation.org ما چی میگن برید ببینید، سابسکرایب بکنید و همه این حرفا. خوشحال شدم. مرسی و خداحافظ. خدا